سرشون پایینه. انگار کار بدی کردن که به خاطرش خجالت میکشن. باید اعتماد به نفسشون رو بهشون برگردونیم. Big Bear. Feel the power. آب انار شفاست. هر آب اناری که شفا نمیشه. اسم تو با طعمای جدیده، سوپاش هست یه پدیده. من میتونم کولر شما رو تعمیر کنم. از توانایی هاتون درآمد کسب کنید با اپلیکیشن کندو. آدم ایدئالیستی هستی. آفرین، خیلی خوبه، درک میکنم. ولی هر چیزی زیادیش ضرر داره. خوب شد که یتیم خونه منتقل شد اینجا. توی یه محیط خیلی خوب کار میکنیم. ولی بهتره بچه‌ها خودشونو با بچه پولدارای اینجا مقایسه نکنن. بشرا خواهری جونم. خواهری دلم برات خیلی تنگ شده بود. تو رو خدا برگرد خونه. مامان از دستت عصبانی شد، تنبیهت کرد. یادت وقتی گلدونو شکستم گریه میکردم، مامان گفت اشکالی نداره منو بخشید. بازم گریه میکنم، مامان دلش میسوزه. اگه اونم بخواد من دیگه نمیام. بذار 18 سالم بشه میرم خونه خودم. دورم میبرم پیش خودم. نمیذارم پیش اون آدم بمونی. کدوم آدم؟ تو دیگه برو سر کلاست خوشگلم. من بازم میام باشه؟ تا وقتی زنگو بزنم بمون. باشه. با پای برهنه که تو خونه نمیگردی. شبام حتما رو تو بپوشون وگرنه مریض میشی. تو کجا میخوابی خواهری؟ اتاقت قشنگه؟ آره خیلی قشنگه. دیواراش صورتیه؟ آره. خب زنگو زدن، تو دیگه برو سر کلاس. ببین به مامان نگو که من اومدم باشه؟ خداحافظ. خداحافظ. سوال آخر رو بگو. بالاخره چیکار کردی؟ با مامانت صحبت کردی؟ دیروز مدرسه هم نیومدی. صحبت کردم. خب چی گفت؟ حرف تو رو باور کرد و شوهرش رو بیرون کرد نه؟ آره دیگه هیچ وقت اون عوضی ها نمیبینم. پس بزن قدش. من حس میکنم مریضم. اگه معلم پرسید بگو مریض بود رفت.
ایشالله سبب خیر باشه. مبارک باشه فریده خانم. ممنونم. آقا عدنان، دارین دوش و نصب میکنین، شیرالات هم عوض کنین لطفاً، چون همش آب میده. باشه چشم، حتما نگران نباشید. جارو هم. آقا عدنان صبر کن داداش، صبر کن. خیلی خوب شد که گیرت آوردم. آقا این سقف آب میده. معذرت میخوام آقا، اجازه بدین اول صحبت ما تموم شه بعد. باشه پس منم میرم یه دوری بزنم و بیام سر کار خانم. واقعا خیلی ممنون. عذر میخوام ولی آقا عدنان به خاطر من اومدن خانم اینجا. ایشون فقط وقتی مستاجر میاره میاد اینجا، ناراحت نشینا. صبر کنین، همه‌شو درست میکنم. میخوام همه اینا تا قبل از اومدن من و نامزدم انجام شه، چون هر دومون خیلی سرمون شلوغه، نمیتونیم بعد از اساس کشی وقتی برای تعمیرات بذاریم. میدونین چیه؟ برعکس شما من اصلا سرم شلوغ نیست، تمام روز بیکارم. آقای محترم من با شما صحبت میکنم. خیلی خوب درست میکنم، ولی الان باید برم. داداش آقا عدنان حداقل در مورد تمیزکاری اینا صحبت با میکردیم. تماس میگیرم. داداش همه جای خونه خیسه. جدی رفت. اگه میخواین بازم ببینینش کرایتون رو دیر بدین، تنها راهش همینه. هیچ وقت همچین کاری نمیکنم. نامزدم هم نمیکنه. ما آدمای درستی هستیم. برای شما و نیمه گم شده‌تون آرزوی خوشبختی دارم. خیلی متشکرم. دیوونه روانی. پسر مگه تو حرف حالیت نمیشه؟ دارم میگم دختره خودش گفت. جایی که برای مهمونی شب سالنو گرفته بودیم اوکی کردم. دختره رو تو پارک میبینیم، بعدش هم با هم میریم خونه، بعدش هم دیگه هر چی پیش آید خوش آید. مگه نه پسر؟ آره پسر. ببین رفیق، این دختره برای ورود و خروج ساعت مشخصی داره. پسر دارم میگم خود دختره قبول کرد. اگه نتونه بیاد برای چی باید قبول کنه؟ بعد راست میگه دیگه. در ضمن اینا نه مادر دارن نه پدر، به کسی هم قرار نیست حساب پس بدن. اونا خیلی وقت تو این راه هستن. مسخره بازی در نیار. میای؟ نه داداش من نیستم. پسر باید باشی. ببین مامانم بین دوستان فقط تو رو قبول داره، اگه تو نیای منم نمیتونم برم. یعنی چی؟ من آدم نیستم؟ چرا به من اعتماد ندارم؟ چون تو بهشون انرژی منفی میدی، فهمیدی؟ انرژی منفی نشونت میدم. هی دارین چی کار میکنین بچه‌ها؟ یکم با شخصیت نمیبینی؟ آدم باش، خجالت بکش. امشب با هم بریم بیرون. خیلی دوست داشتیم ولی به دوستامون قول دادیم دافنه جون. ولشون کن دختر، معلومه برنامه دارن. دوستاتون حالا کی هستن؟ ببینم پسر اون چرا بهت نمیگه داداش؟ مگه تو 5 دقیقه زودتر به دنیا نیومدی؟ 3 دقیقه زودتر. خب بگین دیگه دوستاتون کیه؟ با دخترها قرار داریم. خوبه؟ اوه با دخترها قرار دارین؟ نه بابا اینا برای خودشون برنامه ریختن. خوش باشین. گناه داره، حتما الان خوابه. دخترم این کامپیوتر باز گیر کرده، میخواستم پرینت بگیرم، بیا یه نگاهی بهش بنداز. الان میام. نریمان خانوم اشکالی نداره من امروز که 2 ساعتی زودتر برم، آخه نامزدم یه کمی مریضه. آره برو، فردا پس فردا که ازدواج کردی وقتی مریض بشه فقط میخوای فرار کنی. نه این چه حرفیه؟ آره مگه میشه؟ چرا نمیشه؟ بیا یه نگاهی به کامپیوتر بنداز. خاله هدیه خسته نباشی. ممنون دخترم. ایلول مامانت اومد دنبالم؟ نه دخترم، این ساکو برات آورد و رفت. لباساتو گذاشته تو ساک. بیا دخترم بیا تو.